غالب استرس هایی که ما داریم به دلیل این که به عواملی خودمون رو وابسته کردیم که این عوامل غافلن، یعنی از بین میرن و زندگی خودمون رو به اونها گره زدن. کسی که به حضور زنده شده نوع نگاهش متفاوت خواهد. احساس امنیت در شما ضعیف میشه، تبخال ها بروز پیدا میکنن. یکی از بیماری هایی که حاصل من ذهنی است تبخاله که در واقع یک عامل ویروسی است، اما این عامل ویروسی بیماری های روانی کاتالیزور میشن برای که این فعال بشه و به صورت نشانه هایی در پوست خودش رو ظاهر بکنه. میبینید که وقتی احساس امنیت در شما ضعیف میشه، تبخال ها بروز پیدا میکنن. تبخال ها هستن، حضور دارن، عوامل ویروسیشون، اما فعال میشن. چرا فعال میشن؟ به دلیل عدم احساس امنیت. عدم احساس امنیت از چی؟ از این که اون پارکی که شما برای خودتون درست کردید به نحوی اون مورد لطمه قرار میگیره. شما برای خودتون تعریف کردید که پدر و مادر خودتون رو همیشه در کنار خودتون داشته باشید، اما اون نظم فراپارکی که در عالم هستی هست میگه پدر و مادر شما وقتی به یک سنی رسیدن باید از این دنیا برند و اونها از این دنیا خواهند رفت و وقتی شما اونها رو از دست میدید دچار یک شرایط روانی میشید که اون شرایط روانی احساس امنیت شما رو میاره پایین. با اومدن احساس امنیت پایین شما دچار پدیده تبخال میشید. پس پدیده تبخال که یک عامل ویروسی داره، یک عوامل روانی به عنوان کاتالیزور اینجا عمل میکنن و اون رو فعال میکنن. حتی این عواملی که عوامل روانی که جنبه کاتالیزور دارن در آلرژی هم این گونه هستن و در دیابت هم این گونه ممکنه عمل کنن. اختلالات روانتنی یا سایکوسوماتیک به صورت ناگهانی به وجود نمیان، بلکه ابتدا نشانه‌هایی مثل استفراغ، مثل تپش قلب و رنگ پریدگی در انسان ظاهر میشن و استرس ها و ضربه های روحی به طور تدریجی روی افراد اثر میگذارن و تجمیع اونها سبب بروز بیماری های سایکوسوماتیک میشه. ببینید مثلا استرس که در اینجا بهش اشاره شده یکی از عوامل بروز بیماری هست و بیماری های روانتنی. استرس چگونه به وجود میاد؟ استرس متعلق به زمانی است که شما در من ذهنی زندگی میکنید، یعنی سرنوشت خودتون رو به یک چیز متغیر گره زدید. خب طبیعتاً استرس دارید، مثل اینکه شما در یک دریایی دارید حرکت میکنید و به یک تخت پاره‌ای چسبیدید که این تخت پاره خودش در حال متلاشی شدنه، پوسیده شده و با هر ضربه موجی که بهش میخوره بخشی از اون جدا میشه. خب طبیعتا شما دچار استرس میشین، میگید الان چند تا ضربه دیگه به این بخوره دیگه من دستگیره‌ای ندارم. اما وقتی شنا بلد باشید، وقتی که قانون دریا رو بدانید، دیگه شما خیلی استرس ندارید، خودتون رو به دل امواج میسپارید و خودتون رو به ساحل نجات میرسونید. غالب استرس هایی که ما داریم به دلیل این که به عواملی خودمون رو وابسته کردیم که این عوامل غافلن، یعنی از بین میرن و زندگی خودمون رو به اونها گره زدیم. وقتی شما از این شرایط فاصله بگیرید زمینه استرس ندارید. خیلی از انسان‌های بزرگی که من ملاقات کردم از ادیان مختلف در یک صفت مشترک بودن و اینی که من در آنها آرامش بسیار بسیار عمیق رو مشاهده کردم. در یکی از اون مشهورترین چهره‌هایی که به لحاظ عرفانی هم ایشون خیلی شناخته شده است، زمانی که من خدمتش رسیدم و از نزدیک مشاهده کردم دیدم این انسان به هیچ وجه من الوجوه به هیچ کدوم از عوامل غافلی که در عالم هستی هستند وابستگی نداره. مثلا ما نیازمند این هستیم که
وقتی میخوایم بخوابیم در یه بستر تعریف شده، در مکان نور مناسب، لباس خاص و اینها رو بپوشیم تا بتوانیم بخوابیم. او این گونه نبود. میگفت من در بیابون میرم، هر جا که احساس بکنم خوابم میاد همونجا دراز میکشم و میخوابم، دستارم رو میذارم زیر سرم و میخوابم. وابستگی به شرایط اجتماعی که ازش تعریف بکنن نداشت. نوع غذای خاص در رستوران خاص با شرایط خاص در سیستمش نبود. با یک غذای بسیار بسیار ساده زندگی خودش رو میگذروند. اصلا دنبال این که ازش تعریف بشه یا لایک فراوانی رو دریافت بکنه این گونه نبود. زندگی خودش رو میکرد و در زندگی خودش خیلی جالبه، بسیار شاداب، بسیار سرحال، بسیار شوخ و هیچ گونه از بیماری هایی رو هم که غالب ماها درگیرش هستیم نداشت. 107 سال زندگی کرد و در سن 107 سالگی در حالی که برای کمک کردن به زلزله زدگان به یکی از مناطق رفته بود، سرش به یک تیراهنی اصابت کرد، به حالت کما رفت و بعد از مدتی فوت کرد. 107 سال زندگی سالم. به چه دلیل؟ به دلیل عدم وابستگی به شرایط آفل، شرایط متغیر. و این کاملا یه قاعده علمیه. شما وقتی که وابسته میشید به یک پدر، به مادر، به همسر، به فرزند، به مقام، به پول، به سرمایه، به شهرت اجتماعی، اینها همشون آفل هستن. امروز ممکنه که شما منو لایک بکنید و فردا ممکنه دیسلایک بکنید، اساساً بگید من هیچ علاقه‌ای به شما ندارم. راجع به یک موضوعی صحبت کردید که من این موضوع رو دوست ندارم و منو ترک بکنید و این برای من اصلاً و اصلاً و اصلاً مهم نیست. شاید جزو معدود کاربرانی هستیم که در فضای مجازی اعلام کردن که من لایک برام اهمیتی نداره، ولی من لایک های شما رو دریافت میکنم. شما وقتی مطالب منو میشنوید، در زندگیتون عمل میکنید و یک گرهی از زندگی شما باز میشه، من اون طول موج و ارتعاش شما رو دریافت میکنم. اما من برای این کار نمیکنم، چونشون آموزه های من ذهنی به ما اینو میگه. بنابراین بیایید و خودتون رو از هر آنچه که آفل هست، یعنی افول میکنه و ممکنه یه روز باشه یک روز نباشه، خلاص بکنید و خودتون رو به هوشمندی عالم هستی پیوند بزنید. وقت به خدا قائم باشید. به قول استاد من، قائم به خدا باشید. وقتی به خداوند قائم شدید و وقتی به هوشمندی عالم هستی قائم شدید، شما دیگه از این نوسانات دور میشید. وقتی دور شدید استرس ندارید. وقتی استرس ندارید، بیماری های بسیار فراوانی که با سرچ کردن میتونید پیدا بکنید که زمینه استرس دارن، همشون در شما از بین خواهد رفت و به این طریق هم واقع گرا شدید، هم از بستر خیلی از بیماری ها خودتون رو خلاص کردید. انشالله که بتوانید حتی برای لحظاتی زندگی بدون استرس رو تمرین کنید و بتونید در زندگی این سبک زیستن رو حاکم بکنید و از شرایط بسیار خوب و بسیار متعادل این گونه زندگی کردن نهایت استفاده رو ببرید. در تصویر ما 4 تا لیوان رو داریم که پشت هر کدوم یک فلشی قرار داره و فلش ها همه به یک سمت هستن. حالا از بین این لیوان ها یکی از لیوان ها برانگیخته میشه و خداوند آگاهی رو به اون هدیه میده. آگاهی به صورت آبیه که داخل اون ریخته میشه.
تصویری که ما در اینجا داریم اینه که یکی از فلش ها در اثر آگاهی برعکس شد، یعنی یک نگاه دیگری پیدا کرد. خب چه رابطه‌ای بین این لیوان‌های خالی با اون لیوان پر خواهد بود؟ همون رابطه‌ای که مردم ناآگاه دارن نسبت به یک عالم، همون رابطه‌ای که مردم عوام دارن نسبت به یک کسی که حقایق براش روشن شده. خب طبیعتا وقتی حقایق براش روشن شده، مسیر نگاهش متفاوت با دیدگاه مردم خواهد بود. وقت مردم اون لیوان پر رو متهم میکنن به جنون، متهم میکنن به سحر و متهم میکنن به دیوانگی. از این مثال برای من ذهنی هم میتونیم استفاده بکنیم. لیوانهای خالی منهای ذهنی هستند و لیوان پر کسی است که به حضور زنده شده. طبیعتا کسی که به حضور زنده شده نوع نگاهش متفاوت خواهد بود، در جامعه طرد میشه، مردم حرفشو نمیفهمن، باش دشمنی میکنن، ولی او در واقع به یک ادراک جدید و به یک درک جدیدی رسید در سر پر بودن از آگاهی ها و دانش ها.